ناگهان جوش و خروش بازار آغاز یافت و خوجه خضر سر تا به پا سبزپوش بود به استقبال من قدم برداشت. به نام خداوند جان و خرد. درود گرم جوشان ما را بپذیرید، همزبان دور و نزدیک، هواداران آبادی و آزادی سرتاسری آدم و عالم. این لحظه در وقت ثبت نوبتی در این موضع آوازدار و سازنده و بنیادی کشور در راغون یک قصه عجیبه که از استاد روانشاد باقی رحیم زاده هنوز 45 سال مقدم شنیده بودم به یادم آمد و گمان میکنم این به حکمت نیست، چون که استاد آنچنان در وقت زنده بودنشان آوازه و دروازه سخندانی، مورد شناسی و هزل و مطایبهشان دامن پهن کرده بود که او را در تمام خاندان کشور می شناختند. قصه های عجیب و غریب او را به هم دیگر نقل می کردند و هواداران سخن کلام ناب از آنها شاد و مسرور می شدند. یعنی استاد باقی رحیم زاده را هواداران ادبیات اصلا چون یک مردی خوش صحبت، مجلس آرا و نهایت حاضر جواب و شیرین سخن می دونستند. ولی من چند مراتبه که جاشون جنت شود به آن کس واخورده بودم، یک قصه و روایت های نادر را پیشنهاد می کردند که من آنها رو تا امروز در یگان مأخذ، در یگان سرچشمه ادبیات پیدا کرده نتوانستم و گمان میکنم که او یکی از داننده های بسیار قوی تاریخی ملت بود. سال 1978 یعنی 45 سال مقدم با تعبیر همون وقت کورس کنفرانس ادیبان جوان تاجیکستان در خانه ادیبان نوبنیادی اتحاد نویسنده های SSR در دوشنبه برگزار گشت و یک سال پیش که استادی کل ادیبان آن زمان قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده از دنیا گذشته بودند، اکنون چون مردی سالار تجربه دیده چون استادی همه ادیبان زمان استاد باقی رحیم زاده ولی سری سبدی همه جمعیت‌ها و صدری جمعیت‌های رسمی خرد و بزرگ اتفاق هم بودند و در یک جایگی بیش از 100 ادیبی هوادار میدان ادبیات، جوانان از دور و نزدیک، از بدخشان و زرافشان، رشتان و ختلان و دیگر گوشه و کنارهای مملکت که جمع آمده بودند با سخن مقدموی و هواداران میدان ادبیات استاد باقی رحیم زاده دعا دادند و تاکید داشتند که من از حیات شخصی خود یک واخوریم را با خوجه خضر با شما قصه میکنم و شما برای خود حکمت برداشته باشید که واخوردن با این شخصیتی حقیقتا هم افسانوی و روایت سازی سرتاسری عالم چی تأثیری در زندگی ما داشت و در میدان ادبیات چی نقش برای من پیشنهاد ساخت. استاد نقل میکنند که سالهای اول شوروی در کوهستان تاجیکستان بسیار سنگین و دهشت انگیز پیش آمد و حتی نه تنها خوراکواری درست نبود، نه لباس، نه پوشیدنی، حتی سرپناه درست هم ساکنان کوهستان نداشتند. از آن جمله قوم و اولاد ما هم تاکید داشتند استاد و من که یک کودکی به هزار یک امید و آرزو همه روزه و کوچه می برآمدم، همون وقتا شعله مهر و محبت سخن در نهادم و جلوه آمده بود و از روی
قصه همه روزه بزرگان دور و نزدیک کلانترهای ما و قوم و اولادمان در حکمت دعای کرامتدار قهرمان افسانوی همه دور زمانهای تاریک خوجه خیزر در نهادم جوش میزد میگوید و آرزو داشتم که در یگان جای با این شخصیتی از روی روایت ها همیشه زنده واخورده از او دعا گیرم تا در میدان ادبیات موفق گردم و برای همدیارانم یگان ایجاد ماندگار پیش آورده توانم. هرچند میگه در رشتان زمین چسب و تلاش کردم و شخصیت و نخوردم که راهی به خوجه خیزر واخوردن رو به من توصیه دهد و به مصلحت چند قریب همسالای خودم و بعضا کلانترهایی که این جنونی در نهادی من به وجود آمده رو اعتراف میکردن مصلحت دادن که به پایتختی همان وقته کشور شهر استالین آباد روم. شاید اونجا کسی پیدا شود که با من مصلحتی رسیدن به او امید و آرزوهایم رو داده تواند و من به همین خاطر میگوید راه استالین آباد رو پیش گرفتم و بعدی چند روز گاه خرسوار و گاه پیاده و گاه با راه و گاه با کوه و پشته تا به پایتخت رسیدم و چند کسی رو که تخمینا میدونستم و با شناسایی که با واسطه با شناسای دیگر نشانی آنها رو گرفته بودم در بازار آن وقت آوازه‌دار کشور در بازار سبز بازار شاه منصور که بعدتر بازار سبز نام گرفت و بعداً با نام عمومی روسی دامن پهن کرد همه با نام بازار زلیانی آن رو نام بردند. با آنجا رفتم و چند همسالی خودم رو پیدا کردم که با مردکاری مشغول بودند، بار می بردند، بار می آوردند، عرابه می کشیدند. از اونها مصلحت پرسیدم، اونها چیزی به من جدی مصلحت داده نتوانستند، ولی برای من جای خوب و کاری موقتی پیدا کردن یک لقمه نان رو پیشنهاد ساختند و من با اونها همراه شده همراه اونها بار می کشیدم، خدمت یگان تاجر رو به جا می آوردم یا با دیگر کارهای خرد و کلانی بازار کمک می رساندم و شب همراه همون مردکارهای داخلی بازار یعنی جاروبکشا و عرابه‌کشا و باربر و باریارهایی که از گوشه و کنارهای مملکت برای پیدا کردن یک لقمه نان و بازار کلانترین همان وقته مملکت آمده بودن شبمون رو با پایان می رساندیم و روز باز از پشت تشویش همه روزه می شدیم. ولی از کار از پیدا کردن رزق روزی برای من بیشتر می گفت واخوردن به خوجه خیزر ضرورتر بود و با کدوم یک کلانسالی که در اونجا هم صحبت می شدم حتما با یگان راه واسطه و این مسئله با آنها مراجعت می کردم ولی کسی در اونجا هم با من مصلحتی عمیق داده نتوانست. در چنین یک روزی بهار میگوید من بسیار شلپر و مانده سر به بالین موندم و نیم خواب و نیم بیدار در خیال خودم ناگهان جوش و خروش بازار آغاز یافت و همه انا خوجه خیزر گفته به درآمدگاه قبله رو آورده به استقبال یک شخص بسیار با حشمتی که سر تا به پا سبز پوش بود، ریش سفیدی بسیار زیبا داشت، سله از لباسهایش سبزتر از سبز در سر با عصای در همون روایت ها شنیدم حشمتش با یک غرور خاصه واردی بازار گشت و به هیچ کس اعتبار نداده راست جانبی من قدم برداشت. من هم میگه از سرستمگی چیکار کردنم رو ندانسته به استقبال خوجه خیزر با پرواز آمدم. ولی افسوس میگه وقتی که به نزد او رسیدم مثل دیگران که اعتبار نمیداد و من هم اعتبار نداده راهش رو ادامه داد. ولی من میگن
مثل دیگران به اعتنایی نکردم، از دنبال او شدم و وقتی که چند مرتبه خواستم با او مراجعت کنم او با من اعتبار نداد و میگن و من میگوید استاد روانشاد با هر دو دست از دامن جیلک خوجه خیزر داشتم و جانب خود کشیدم. با همین همو با من اعتبار نداد، میگوید و من با تمام هستی اون رو در پنجه خود فشرده کشیدم، ولی این هم کارگر نشد. او همون خیلی آزادانه قدم میبرداشت و مرا کشون از بین مردم کشون و دیگر طرف بردن گرفت. به هر حال من میگه دیر مانده نشدم و باز سخت‌تر فشردم دامن خوجه خیزر را تا به آن درجه که گمان کردم که ناخون‌های دست و پنجه من با کف دستم فرو رفتن و سوزش در آمدن و دست و پنجه هم شاخ شد. ولی به هر حال باز هم سخت‌تر فشردم تا کارگر شود و خوجه خیزر با من اعتبار بدهد، ولی باز هم او با من اعتبار نداد. میگوید استاد روانشاد و راهش رو ادامه دادن گرفت و سوزش همین ناخون‌های با دستم فرو رفته به رگ و پیوندم تاثیر کرد و حتی گمان میکنم که مغز و استخوانم نیز به سوزش در آمد و از سوزش سختی همین بدن خیش میگه از خواب بیدار شدم که حقیقتا هم تمام رگ و پیوندم به سوزش است و لباسهایم از عرق شیفته تر شدند و اولا باور نکردن که من در کجا هم و خوجه خیزر کجا شد بزرگ و چه حالت است که همه تنج تاریک است و من در روشنی یک فانوسی که از ما دورتر برای همه گویا که خدمت میکرد من میگه درک کردم که من در کاروانسرای بازارم در رخت خواب و حیران شدم که برای چی دستان من اینقدر سوزش دارن. میگه و خواستم دستانم رو برداشته بینم، میگه دستانم رو برداشتنی شدم که چیزی حقیقتا با دامن خوجه خیزر مانند در دستم بند خورد و بس برداشتنم جدیتر میگه دقت کردم، دیدم که من با هر دو دست خود دامن خیش رو داشته در بین پنجه های خود فشرده ایستادم که همین حقیقتا هم تا اون درجه که دست و پنجه مرا به سوزش آورده است. و بعد با خود آمدم و لحظه تسکین یافتم و گویا وحی رسید، چون یک کسی که به درگاه خداوند به تمام هستی مراجعت میکند به من رسید که خوجه خیزری هر کس خودی اوست. برای به مراد مقصد رسیدن از دامان خوجه خیزر نه، از دامان خود داشته بسیار با امید آرزو و جدی و با قطعیت و با ارادت جدی قدم برداشتن لازم تا به سعادت برسید. و همین حکمت میگه باعث شد که امروز شکر خداوند ما رو قریب در تمام خاندان کشور میشناسند، کتاب‌هایمان رو ورق میزنند، شعرهایمان رو میخونند، اذیت میکنند و آهنگ بسته هنرمندان و روی تعبیر هواداران ادبیات را بالیده گرداندن به معرکه‌ها وارد میشوند. برای همین اون شخصیت حقیقتاً در زمان خود به مثل مانند استاد روانشاد به ما جوانان هوسمند میدان ادبیات تاکید داشتند، گشته و برگشته بازم ابراز نمودند که برای به مراد مقصد رسیدن جداً کوشش کردن برای جدی کوشش کردن اراده کردن لرکن. و همون بیت شیخی بزرگ سعدی شیرازی رو تاکید کردند که ارادت نداری سعادت مجو.